اخلاق سگی قبیله افغان طالب تروریست تمدن گریز مهاجر کوه سلیمان. شاید بگوین که این توهین است، ولی بریم در آخرش برسیم که ببینیم چی گپ است. ویدیو از این نفر هم میبینیم، بعد در موردش گپ میزنیم. اگر در کتاب محمود قاشقری واژه تاجک یا تاجیک پیدا کردی دینمی امریکا هیچ کار نکو، ما برات غلامی میکنم. ما برات غیر از تازیک هیچ چیزی دیگه در این کتاب نیست. فهمیدی؟ کلتان چلنج هستید، هم ایران، هم تاجکستان و هم تاجکای افغانستان. پیدا کدم این کتاب تو واژه تاجکه. شورای تاجکان امریکا، شورای تاجکان کانادا، شورای تاجکان جرمنی، شورای تاجکان مچون فرانسه، شورای تاجکان برازیل. از عقل منطق بی تاجکستانی ها، ایرانی ها و فارسی زبان های داخل افغانستان اگر واقعا منطق تاریخی دارین قطعا روبرویش بسازین تا تاریخ صحبت بکنین. زور فیز پشتون برن with honor. خب هموطنان عزیز، ای که گفتم که قبیله افغان اخلاق سگی دارن، داستانش چی هست؟ شما فکرتان شده که در داخل البته سگای ولگرد، فکرتان شده که در داخل کابل و یا جاهای دیگه که سگای ولگرد زیاد است، وقتی که شما میرین از امی دور که شما را میبینه مثل میجفه طرفتان، میجفه وف وف میکنه، ولی وقتی که طرفش رفتین فرار میکنه، چاو چاو کرده فرار میکنه. اینی یکی از اخلاقهای عمومی سگها هستن. حال قبیله افغان هم اونمو رقم داستان دارن. ای جوانشان میره نشه میکنه، وقتی که نشه بود میاید در پشت لایف میشینه و دریوری میگه، اراجیف میگه. و زمان که ای اراجیف گفت میایه افغانهای دیگهش در زیر لایفش نشستن، ویدیوهاش ریکارد میکنه و او را در داخل سوشال میدیا دست به دست میکنن. والا ای توری شده، والا او توری شده. و زمانی هم که ما آمدیم گپ زدیم و گفتیم که این گپش دروغ است و فلان است بستان است، هیچ کسی از قبیله افغان حاضر نمیشه که بیایه امو گفته های خود ثابت بکنه، می گپ ثابت بکنه. این حال بین یک ذره واضح تر بپردازیم. اینمی نفر آمده بود یک کتابخانه را جور کرده بود، درسته؟ کتاب های از اونمو را ما آمدم مورد نقد قرار دادم. پاکستانی ها یکی پس از دیگری آمدن مورد نقد قرار دادن. آیا جوابی از کدام افغان ما شنیدیم که بگویا نه ای رقم نیست او رقم نیست؟ هیچ. تیر خود زدن، اما کتابخانهشان همچنان باقی مانده، با ای که کتاب هایی که دوجا پست کردن به ضرر خود قبیلهشان است و قبیلهشان مهاجر کوه سلیمان و مهاجر بنی اسرائیل و دیگه نشان میده. ولی بازم با کمال پررویی ببینی که از هم دور اونموجا استاد شده و سرت جفی درایی است. و من جمله چند وقت پیش این آدم آمده بود به حساب یک تهمت سر فردوسی کرده بود، اشعار فردوسی را آمده بود نقد کرده بود که من آمدم ای را چالش دادم، گفتم که این شعر جعلی است، اگر میگن که نیسته بیاین ثابتش بکنین. که باز هم از طرف قبیله افغان و اینا چپ دوباره اینمی ویدیو را ثبت کرد و نمیدانم چلنج است و موتر جایزه و فلان. من آمدم واضح گفتم که ما چلنجتان میپذیریم ولی موتر نمیخوایم. شوالیه سیاه لقب رسمی پدر قبیله افغان میخواه. از این نفر خواستم که یک ویدیو ثبت بکنه و بگوید که بله شوالیه ما میپذیریم، بیا برو ثابتش بکو و اگر ثابتش کردی تو رسما به عنوان پدر قبیله افغان گفته میشی. ولی باز هم چپ. خب افغان ها امی غولگریتان چرا این رقم اخلاق سگ دارین؟ چرا مثل انسان نیستین؟ چرا امو سر گپ خودتان استاد نشین؟ چرا خردجالی؟ چرا دروغگویی؟ چرا فریبکاری؟ وقتی که یک گپ ظرفیت نشه بودن ندارین نشه نکنین اول. و دوم دیگه یک گپ که آمدین گفتین سر گپتان استاد باشین، مثل مرد سر گپتان استاد باشین. چه ای اخلاق نمیدانم لچریتان که چی است که در میدان انداختین. اینال باز هم تکرار میکنم، اینال برازی افغان و بر تمام افغان ها حقشی است که ای را فقط ما مجازات بکنیم، نه بس قبیله افغانه. ولی نه، این قبیله افغان اقدر احمق هستن، اقدر خردجال هستن که بیخی اندازه ندارد. چرا؟ چون که یک گپی را یک جای میشنون دنبال صحت از اون نمیگردن و میدون در پشت چی. مثلا
من اینی را بر از این قبیله نشان بتم. او قبیله افغان ببینین که اینجا اینی کتاب از 1000 سال است، اینجا لغت افغان نوشته شده و این تاریخ تان نشان میده. دیگه اینمی کتاب میگیرن دمی فرق پیشانیشان ایره کوکه میکنن و میگردن در شهر بازار اینا، ایره نمیخوانن که در داخل از این چی نوشته شده. مثل از این که کتاب‌هایی را که آدم انداخته بود در داخل کتابخانهش، هر کتابش که باز میکردی قبیله افغان مهاجر بنی اسرائیل است، قبیله افغان از ملتان آمده، قبیله افغان این رقم است، در این جغرافیا نیست. این گپا را این مردم گوش نمیگیرن. این مردم فقط اونمو کتابخانه را میبینن و اونمو کتابه که اینمیجه نوشته شده باشه افغان یا اوغان یا پختون یا فلان بستان. چقدر به خاطر از این کتابخانهشان در پیش پاکستانی‌ها ریشخند شدن. به خاطر از اینمی که قبیله افغان این رقم مردم هستن و این رقم اشخاص حمایت میکنن، به خاطر از اونمو ما بسته قبیله افغان مجازات میکنیم. از این نفر میخوایم که یک ویدیو را بالا بکنه و چالش مرا تایید بکنه که من اینجا اسناد و مدارک همه چیز ما آماده هست. تو این گفته از قرن 19، من از قرن 9 10 7 8 این تا 5 ثابتش میکنم. همه این چیزایی را که خواسته داخل ویدیو ثابتش میکنم. ایناله منتظر هستم، چنانچه قبلا هم ویدیو ثبت کردیم ولی جوابی نگرفتیم، ولی باز هم منتظر میمانیم تا یک هفته دیگه جواب نگیریم. هر روز یک چالش میتونم برای قبیله افغان، هر روز یک ویدیوی چالش بالا میکنم برای قبیله افغان، نفسشان میکشم. گرچه که ما بسیاری از معلومات تاریخی را در رابطه با این قبیله در داخل کتاب زنان افغان در لبه تیغ نوشته کردیم، ولی بسیاری از چیزایشان هست که نظر به مراعات و خیشتنداری و اینا ما نگفتیم. او را هم اضافه میکنیم و هر روز به او میم چالش میتیم. مثلا یک عنوانش در رابطه با حرامزاده بودن و زنازاده بودن قبیله افغان. آیا شما میفهمیدین که هر افغانی که پیش رویتان راه میره یک زنازاده هست؟ میره از نگاه تاریخی، از نگاه دینی، از نگاه اسلامی، از نگاه همه چیز ثابتش میکنم. اینی هم یکی از چالش های دیگه است که ولی حال نمیدیم این چالش ها را. بعد از یک هفته که گذشت که دیگه یک افغان نباید پشت لایو بشینه و دان خود آواز بکنه و بجفه. گرچه هم یک چیز اشتباه هست که ما بخیزیم بر یک افغان کوچی خشتک کشال نمیدانم فلان و بستان که کل همون چیزی را که داره از فرهنگ ما هست بیم در رابطه با او گپ بزنیم. خب ولی به هر حال ما از ذلیل ساختن قبیله افغان لذت میبرم. یک جان سپاس. زبان افغانی و یا گفته شما پشتو چگونه به وجود آمده است و تاریخ این زبان چی هست و از کجا گرفته شده است؟ بیایید به خاطر اثبات این مطلب از بچه نغمه کمک بگیریم. میریم میبینیم. تنان عزیز، اینجا این کتابخانه بچه نغمه است که یک مش کتاب اینجا مانده. میبینین پشتون کتابونه، پشتون لایبرری. میریم در پایانش در اینجا اینی کتاب ما کار داریم در بخش 12 است. خب وقتی که این کتاب کلیک کردیم اینجا نوشته کرده نمیدانم پختو، افغان، پشتون، نمیدانم فلان. اینجا که میاد افغان نام قومشان میشه، باز دو طرف میاد افغان نام ملی میشه. خب اینی کتاب عکس کتابی است که توسط چت جی پی تی جورش کرده. سر دانلود کلیک میکنیم. خب منتظر میشیم که کتاب برای ما باز بکنه، کتاب به صورت آنلاین ببینیم. البته من این کتاب دارم ولی خواستم آنلاین برای شما نشان بدم از کتابخانه خود از اینا که بفهمین که این زبان افغانی از کجا به وجود آمده است. خب عکس امی کتاب میبینیم، امی صفحهش اولش سعی کنین تاریخ خورشید جهان گنداپور. این گنداپور کلان این قبیله بوده که نوشته کرده. در اینی بخش اگر شما برین ببینین ما مستقیما میخوایم بریم سرمو بخشش که ما نیاز داریم در رابطه با زبان افغانی گفته شده. خب اینجا 41 ما 68 کار داریم. 68 کار داریم، 68 پیدا بکنیم. خب اینی 68 است. باز میریم 69. ما 69 کار داشتیم بخشش باشه اشتباه شده بود. ما منتظر میبانیم که باز شوه. باز شد دیگه که افغان ها بیاب شدن. باز شد. خب اینی صفحه هسته. در بالا ببینیم که شماره صفحه 53 هست و دقیق قسمت چی هست؟ دقیق قسمت 69 هست. درست؟ باز اینجا اسکرول میکنیم میریم پایان ببینین.
یعنی اینجا زبان پشتو یعنی افغانی زبان قدیمی نیست و نه از انقلاب نمیدانم زبان عبرانی در عهد سلیمانی پیدا شده، بلکه مرکب از لغات مختلفند متعدد، یعنی فارسی جدید و زنده و پهلوی با هم مخلوط شده اند و از آن این زبان سخت پیدا گردیده است. بازم بخوانمش چون یگان تا خر هستن نمیفهمن، باز تکرارش بکنم که دیگه نیاز به تکرار نباشه. زبان پشتو یعنی افغانی زبان قدیمی نیست و نه از انقلاب نمیدانم عبرانی و در عهد سلیمانی پیدا شده، بلکه مرکب از لغات مختلفند متعدد، یعنی فارسی جدید و زنده و پهلوی با هم مخلوط شده و از آن این زبان سخت پیدا گردیده است. متوجه شدین؟ پیدا گردیده است. پس زبان پشتو یعنی افغانی از زبان فارسی و اونمو پهلوی فارسی یکی است، از اینمی به وجود آمده. هموطنان عزیز، ببینین که قبیله افغان طالب تروریست تمدن گریز مهاجر کوه سلیمان از برکت، یعنی زبانشان از برکت زبان فارسی دارن، ولی بر علیه زبان فارسی مانند سگ تاخت و تاز میکنن. یک قبیله که زبانشان از برکت زبان فارسی دارن بازستاد میشن وای زبان شما در این چیز پارسی نیست، وای دری است. هم حروف الفابتش و هم گویشش از زبان فارسی گرفته شده، یعنی زبان افغانی از اینها فرزند زبان فارسی هست. اینا باز میاین سر ملت پارسی میجفن، تاخت تاز میکنن که ولا فلان شده. اینمی بچه نغمه حرامزاده 24 ساعت برای شما میگه که زبان فارسی این رقم شده او رقم شده. کتاب اینجا مندازه که در داخل کتاب میگه که زبان افغانی از زبان فارسی گرفته شده است و فرزند زبان فارسی است، یعنی زبان پهلوی و زبان فارسی با هم مدغم شده و از او یک زبان سختی به وجود آمده به نام افغانی و فلان بستان. شما ببینین که این مردم چقدر نمک به حرام هستند. فکر کنین در کاسه برشان او میتین او میخورن، باز در کاسه شاشه خودم میکنن. داخل خانه تان جای میتینش مهمانش میکنین، وقتی که خست میبینین که در گوشه خانه غل کرده یا شاشه خود کرده یا مرداری خود کرده بیادبی. ما این مردم ها بشناسین که اینا چقدر نمک به حرام هستند. ولی اگر زبان ما از کدام زبانی به وجود می آمد و ما از برکت کدام ملت زبان پیدا می کردیم، ما سپاسگزار از اونا می بودیم. ولی سعی کنین اینا چقدر مردم ناسپاس هستند. زبانشان از زبان فارسی گرفته میشه، باز اینجا تبلیغات میکنن. ببینین. یک جان سپاس.